سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوبین؟ اصلا یادم نبود دوستتون تعریف کنم. من سر کار بودم، یه دفعه امین پیام داد که دست روبی میلنگه. گفتن که چکش کن ببینیم چطوریه. چکش کرد، گفت علائمی نداره. اوکی، حالا من خودم فردا میام چکش میکنم. فرداش رفتم چکش کردم، هم پاستیلاشو نگم متوجه میشدم درد داره توی دستش، ولی متوجه نمیشدم چه. فکر کردم مثلا این کاهای ریز که نوکش تیزا رفته تو دستش و اینا. دیدم که نه، زخم داره نه چیزی تو پاستیلاش، ولی درد داره توی دستش. فرداش به امین گفتم ببرش دکتر ببینیم چی میشه. امین رفت دکتر و من گفت دستش شکسته، انگشت دستش شکسته، یعنی مثلا این استخونش از اینجا و اینجا شکسته. بعد گچ گرفتیم، بعد الان گچ گرفتیم توی این مدت زیاد از دستش استفاده کرده، ناخونش از پایین گچش زده بیرون. الان میخوایم ببریمش دکتر. شرایطش چطوریه؟ این گچو باید چیکار بکنه؟ به انگشتش داره فشار میاد. حالا تو این که ما داریم میری شاهرود رو امینم زنگ زد، گفتش که گربهش تو جیشش خونه، شکمش هم باد کرده. دیگه یه هوی رو امینم بگیریم بریم دیگه. یا حالا ما که تکلیفمون با روبی مشخصه، میخوایم فقط مثلا دکتر یه چک بکنه ناخونشو، ببینه که ناخونش زده یه کوچولو بیرون داره وزن میگیره، روش براش مشکل ساز نباشه. آقا روبی وای با این نسی شده. دیگه غذای بی‌کیفیت نخوره، بهش غذای خونگی رو جایگزین بکنن که حالش بهتر شه و دارو گرفت. چی شده؟ گچ دست روبی رو هم دکتر چک کرد، گفتن که از نظرشون مشکل نیست، اتفاق خاصی نمیافته، میتونیم بریم و 4 هفتهش که تموم شد بیان که دستش رو باز بکنیم. از تایمی که روبی دستش تو گچه تا الان 1 ماه داره میگذره. گچ روبی نباید خیس میشد. دیشب یه کوچولو گچش خیس شد، به خاطر همین من مجبورم همین امروز ببرم دستشو باز بکنم که گچش خراب نشه، کپک نزنم، دستش آسیب نبینه. دیشب رفتم آمپول آنفولانزا زدم، 2 تا آمپول زدم، یکیش 10 ساله است، یکی دیگه هر سال پاییز میزنم، به خاطر تنگی نفس و مریضی زیادی که میگیرم. ببین گوشیو به زور چسبیدم با دستم. باید ببریمش دیگه، ببریم گچ دستشو باز بکنیم، ببینیم روند درمانش چطوری بوده، بریم روبیو برداریم بریم سمت شاهرود دیگه. روبی رو باز بکنیم، ولی انقدر فرز دکتر صدا میداد که ما مجبور شدیم درصدی بیهوشی بهش تزریق بکنیم. روبی بیهوشی زدی؟ ترسیدی؟ خیلی صدا زیاد بود. آره حقیقی که بترسی. یا آخیش راحت شدم و خواستیتونه گشه به خدا. روبی خب چی شده؟ ما 22 رفتیم گچ دست روبی رو باز کردیم. خب پری شب یهویی روبی شروع کرد به جیغ زدن. روبی رفت تو حیاط دستش رو بالا گرفت اینطوری جیغ زد، بغلش کردم و جیغ زدنش ادامه دار بود، درد خیلی شدیدی داشت، هنوز داشت جیغ میزد که عادی نیست، به خاطر اینکه 1 ماه دستش تو گچ بود. زنگ زدم به دکتر، گفت یه روز بهش فرصت بده ببین چطوریه. دیروز بهش فرصت دادم ببینم شرایطش چطوری میشه، بهتر میشه یا نه. دیدم که بازم تایمی که دستش بالاه خیلی بیشتر از تایمی که دستش پایینه. پایان کار دست روبی و ما عکس نگرفتیم. من میخواستم عکس بگیرم، دکتر یه جوری واکنش نشون داد که من دارم میگم عکس نگیرین، اوکی دستش، درسته که اشتباه کردم، باید عکس پایان کار رو میگرفتم. وقتی من رسیدم دامغان امین بهم پیام داد که تو عکس پایان کار گرفتی. گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم دکتر با من اینجور برخورد کرد که آره مثلا تو به من اعتماد نداری اینجور حرفا. هیچی دیگه، ما عکس پایان کار نگرفتیم. هموندم استرس برم دیگه.
شاهرخ عکس پایان کار بگیرم ببینم که اصلا دست جوش خورده نخورده. اگه همون موقع عکس میگرفتن اصلا الان این داستان ها رو نداشتم. خیلی عصبانیم، خیلی ناراحتم. منتظر مهدی بیاد بریم. سلام. دست راستش. اینجا ما اومدیم رادیوگراف گرفتیم از دست روبی دوباره که ببینیم شرایط دستش چه شکلیه و رادیوگرافی که واسه ما گرفتن واقعا افتضاح بود. یعنی در حد اینکه من پنیک کردم، فکر کردم که دست روبی دفرمه شده. حالا نگو موقعی که داشتن عکس میگرفتن دست روبی خوب زیر دستگاه قرار ندادن که اینطوری عکسش دیده میشه. تشخیص دادن که یه در روزی روبی دستشو پانسمان نرم بکنه تا ببینیم که منوال کار به چه شکل پیش میره، دردش کم میشه، درمان میشه یا که نه. با دکترای زیادی صحبت کردم بابت دست روبی که خب اخبار خوب به من ندادن. گفتن احتمالاً انگشتشو مجبور بشیم قطع بکنیم و درمان اصلی و اولیه‌ای که باید انجام میشد روی این انگشت این بود که پینگذاری بشه که نشد و متاسفانه ما مجبور شدیم دوباره دست روبی رو گچ بگیریم. نظر ایشون این بود که از اول باید پینگذاری توی انگشت روبی انجام میشد که متاسفانه ما این کار انجام ندادیم وگرنه الان روبی حالش خوب بود. یعنی اصلا شاید پین گرفتن خیلی راحت از گچ گرفتن بود. دکتر به من گفتش که شانس دوباره میخوای به سگت بدی یا که نه؟ گفتم آره چرا که نه، به خاطر همین ترجیح دادیم دوباره دست روبی رو گچ بگیریم. اگر به نتیجه نرسیم برم تهران. خب من برگشتم دوباره دست روبی رو گچ گرفتیم. الانم که ما دوباره گچ گرفتیم گذاشتیم بر مبنای این که روبی گچشو شاید حدود 2 تا 3 ماه قرار باشه نگه داره. حالا نمیدونم و ببینم مهدی اوکیه با اینکه 2-3 ماه رو بخواد نگه داره یا نه. توی محیطی باشه که گچشو نخواد خراب بکنه، یکی حواسش بهش باشه، زیر پاش موکت باشه، سیمان نباشه، اینا خیلی تاثیر داره. اون پانسمانم هم ما راحت میشیم هم خود روبی راحت میشه. برم سر کار بتونم حتما به شما یه کوچولو اونجا رو نشون میدم. یه همین دیگه. ببین از اون روزی که من فیلم گرفتم که رفتیم دست روبی و گچ گرفتیم من دوباره دیگه اومدم شاه، یعنی با امروز میشه دوباره دیگه. این اون گچیه که روز اول گرفتیم. بعد دوستم من زنگ زد گفتش که روبی گچشو در بعد از 3 روز. بعد من مسافرت بودم تهران بودم، تو راه برگشت بودم، همون رو رفتم شاهرخ دستشو گچ گرفتم. این بار با دکتر به نتیجه رسیدیم که دور کمرشم ببندیم. از این چقدر میذاره من پری روز این گچو گرفتم براش. این گچشم باز کرده و منی که همش تو جاده‌ام دارم میام شاهرخ. روبی چجوری گچتو در میاری؟ آقا این دستو ما هی میریم گچ میبندیم ایشون باز میکنه. میفهمه به نظرتون؟ میفهمه؟
الان تو ذهنش اینه که آوردینم که آوردینم، گشت میکنیم که بکنیم، من که میکنم. به خدا همین تو ذهنش مطمئنم. این بچه آبرو منو